تصنیف نهفته نوا از استاد حسین علیزاده. این تصنیف اگرچه به ایشون منسوب هست ولی دقیقاً در جای عنوان نشده به عنوان یکی از آثار ایشون. طبیعتاً در گروهی که نام عارف رو شاید بتونیم بهش بدیم، از فارغ التحصیلان رشته موسیقی دانشگاه تهران که همراه با خانم پریسا فاطمه واعظی کنسرت رو در دستگاه نوا آماده و تدوین کردند و در همون آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا اجرا شد. احتمالاً این تصنیف یک محصول یک کار گروهی و فکر گروهی بوده، کما اینکه آقای محمد علی کیانی نژاد هم این تصنیف رو در کتاب عمده‌شنیده خودشون آوردن و البته عنوان نکردن که آهنگساز کی هست. حسین علیزاده متولد 1 شهریور 1330 در تهران هست. او در محله سید نصرالدین بازار تهران متولد شد، از پدری اهل ارومیه و مادری اهل عراق. او آهنگساز، ردیفدان، پژوهشگر و نوازنده چیره دست تار و ستار ایرانی به شمار میره. او نامزد 3 جایزه گرمی که از معتبرترین جوایز موسیقی دنیا هست و همچنین 4 سیمرغ بلورین برای آماده سازی و تدوین آهنگسازی موسیقی متن فیلم در جشنواره فیلم فجر از آن خودش کرد. از جمله موسیقی‌های فیلم بسیار مهمی که کار کرده، موسیقی فیلم گبه، زمانی برای مستی اسب‌ها، دلشدگان، لاک پشت‌ها پرواز می‌کنند، آواز گنجشک‌ها و ملکه است. تحصیلات موسیقایی حسین علیزاده در هنرستان موسیقی و بعد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و بعد در اوایل 1360 در دانشگاه آزاد برلین. او در سال 1347 به عضویت ارکستر رودکی در اومد. 2 کنسرت در جشنواره جشن هنر شیراز داشت که جزو وزنه‌های موسیقی ایرانی به شمار میره اون 2 کنسرت. همچنین با عضویت در کانون چاوش و همکاری با پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی آلبوم‌های بسیار زیبای چاوش رو منتشر کرد. اوایل دهه 70 به ریاست هنرستان موسیقی ایران در اومد که اون دوره از لحاظ تحول هنری هنرستان میتونیم بگیم دوره بسیار شاخصی هست. فرزندان حسین علیزاده به نام‌های صبا و نیما که نوازندگان کمانچه و رباب و ستار هستند و همکنون در گروه هم‌آوایان زیر نظر استاد به هنرنمایی می‌پردازند. نوآوری و شیوه تازه در آهنگسازی در موسیقی ایرانی از شاخصه‌های کار هنری حسین علیزاده به شمار میره. شیوهی خاص در نوازندگی تار و ستار، همچنین ابداع برخی سازها و همکاری در ابداع ساز سلانه با کمک سیامک افشاری که صدایی بین عود و تار داره و همچنین ابداع مقام داد و بیداد که برگرفته از گوشه داد در دستگاه ماهور و بیداد در دستگاه همایون هست، از نوآوری ها و خلاقیت های ایشون به شما میره. او همچنین در سال 1393 با نامه‌ای از دریافت نشان شوالیه هنر و ادبیات که از طرف کشور فرانسه قرار بود به ایشون اهدا بشه سرباز زد و خواست که همواره با نام ساده حسین علیزاده بمونه و هیچ نشان یا
پیشوند و پسوندی رو بر اسم خودش نپذیره. این تصنیف در وزن 5/8 میزان لنگ هست. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. حکمون دو، سل دو دو. نوای دو رو انتخاب کردیم. نهفت در نوای دو روی سل شکل میگیره. در این قطعه ابتدا در نوا هست، بعد یه نظری به رهاب میکنه و همچنین یک بخش رو در جامه درآورده. میزنیم سل فا سل راست چپ راست چپ راست که اشاره هم میزنیم برای اینها. سل فا سل فا سل فا سل فا سل فا سل سل فا سل فا سل سل فا سل فا میره دو میره رم دو راست چپ راست چپ راست ره سی سی دو ره سی سی دو ره سی دو فا سی سی دو ره سی سی دو ره سی دو ره سی سی دو ره سی سی دو ره سی دو فا سی سی دو ره سی سی دو سی دو میره میره ره دو سی دو ره دو دو سی دو دو میره میره ره دو سی دو دو میره میره ره دو سی دو دو میره میره ره دو سی دو دو. بقیه قسمت ها تکرار میشه. سرعت قطعه با 175.